بچه ها خوش اومدیم به اولین ویدیو کانال من پاشا هستم و اومدیم با بازی نمیدونم چی الان نصبش کردم و گفتم بیام گیم پلیش رو. این چیست؟ این دیگر چیست؟ گیم پلیش رو بگیریم. لطفا بچه حمایت کنین. تازه چنل رو زدم، میخوام که با هم گیم پلی خوبی رو داشته باشیم. خب اول ما ببینیم داخل چیست، چی وجود داره. این بریبر سوسیس داریم، اف هم بر میداره. اون چه من فهمیدم سوسیس ایتالیاییه بچه، سوسیس ایتالیایی. بخور بک همین گرم با کدوم میرینه؟ من فقط شاشو بلدم. شاشو فکر کنم این بوداره. نه این کدوم بود؟ نه اینو آقا ان چطوریه؟ پوپ پی نه. خب من نمیتونم واقعا انو پیدا کنم دیگه، من نمیتونم بخورم پس میندازیمش. این چیست؟ چیه؟ من آخرش نفهمیدم. سب بده من ببینم این چیه. سیگاره بالا عکس اومد. خب آقا ما یه دونه میذاریم دهم. خوب است زندگی من را عذاب می‌دهد. پشمک نون تلویزیون در حد تیم ملی. چه تأثیری بناز. من میتونم تا فردا صبح اینجا بشینم این نگاه کنم. خب بریم. چه توفنگی خوشگلی. آقا من توفنگی رو میارم مثلا. اف رو میزنیم ای تی رو گفتم چیه؟ اینم سیگاره. این تیرشه 200 تیر داره بنازه. خب چطور باید بزنم داخلیم؟ بکن دوش. خب نمیشه متاسفانه. توفنگ خودش برداریم. آقا تبو بزنم بکنم نشون. میزنم همتونو. چطوری باید بزنم توش؟ اینطوریه. نمیشه چرا؟ خب میپره. انداختمش برش دار. بیارش بالا. کدوم باید بزنیم بشه؟ آقا یک چیزی با نمیشه من بی توپن میخواستم کار کنم. نمیشه متاسفانه. نمیدونم چرا نمیشه. من هنوز تا شوکم با این عکس. چرا واقعا باید اینجا همچین عکسی باشه؟ من بندازیم چون که به دردم نمیخواد. خب اینجا اف بزنیم. چی رو باید بزنیم بردار نگاه کنیم. قدرت کیفیت. مثلا میخوام اونجا قدرت کیفیت دوربین در حد لالیگا تیم ملی. میتونی با جزئیات بیشتری نگاه کنی. واقعا جزئیات منظم از توش اینجا میتونی نگاه کنی با دورخیز زیاد. خب آقا ماشینمون شب شد. ما بریم بخوابیم. فکر کنم خواب و بلدم. میریم تخت. برو رو تخت دیگه. سیگار به دهن میخوابه. دنیا این چیه؟ نه اینه فکر کنم اسلیپ. آره نوشته اسلیپ ولی کار نمیکنه.
چرا نمیدونم. او تایمر قرمز باید بیاد تا خوابش بگیره تازه. خب بس حالا خوابی در کار نیست و شب باید بیدار بود. دیگه موشای صحرایی بهشون میگفتن دیگه. توی بازی هستن جر و جر آدم میکنن. آقا من دارم کور میشم هیچی نمیتونم ببینم. قدرت این چیز چرا قوه فکر کنم بگیرمش. چرا تبم بزنم آف آنش چرا گوه آها من دره برام سوال چیه سر من بریم دره رو ببینیم چی از روی ماشین رد میشه ما چکس بعد اینو بندازم تب بنداز خب در باز کنی آقا ترسناکه من میترسم خیلی کور آلوده برش داره کنم اینه باتری بود باتری تموم میکنه آقا این چیه ناستم بابا اومدیم بازی کنیم مثل آدم چیه الان باید تو زیر زمین ما باشه آدم میرینم تو خودم بازی ترسناک شده فلات 100% پره حال میکنی فلات فعلا هم انگار لجش گرفته نمیخواد صعود بشه این لامپی من ریدم به خودم اینو دیدم یا جده نصار آقا من یه چیزی لامپی چیزی نه اینا من چه من کورم بس اینو بنداز چه جالب بس حالا اینو بعدم خاموشش کنم اینجا هم لامپ داره یا نه داره روشن اوف الان برقا میشن خب آقا بریم برای اولین ما ماشین رو را بندازیم دیگه بروس آقا من این بروس رو بردارم این ثانیه افو بزنیم برداریم بلندش او این تو دستانه نمیتون بخورش آقا اینو یه دقیقه بندازم بلندش هم نمیتونم من چطوری اینو بردارم میشه آقا میمونم دست من دراز میتونم برشتم خب تبا میزنیم خب میگیره بعدش ببینیم رو کاپوتی چیزی اینجا بکشیمش تمیز آقا پس من کل ماشین میتونم تمیز شد آجی پشمون چه خوشگل شد ناموس درم ها بگیریم تمیزش چون نمیشه تمیز درش نمیشه تمیز شد دیگه آها چون تموم شد سیمش رفت ندارم چیکار میکنیم میندازمش دیگه به دردمون نمیخواد آقا آجو بریم چقدر بکنم دیگه بازی طوری باشه که بخورم چی میشه نمیگم کانادا قدرت تفکر ایتالیایی نه ایتالیایی خب برعکس نمیفهمم چی الان این ایرانی چه آبجو خوشگلی سیگار تو دارم چطور میخوام آبجو بخورم سر بده ببینیم چی میشه با کدوم من میخورد اصلا یادم رفت با این بود این خب میخوابید این بود با کدوم بود میخورد کدوم دارم میخورم آب بدنم به جای زیاد کنه کم کرد دارم میمیرم الان بنازم قدرت بازی الان میشوشم به سر هیکل این ماشین چی نه اینه بود این ماشین چی نامسن خرد پسدان
بساز خب برمیداریم از دستمون بندازش بسازم شکیه بنزین مانی یه چیز دیگه هم اینجا بود این چی اسپریه مشتاقم بفهمم میشین اسپری مناطق محروم 20 تا پیس هم بیشتر نمیتونی بزنی 20 تا بیشتر بزنی 20 تا بیشتر بزنی دیگه نه مثلا برای مثال بگیم من مثلا بیا اونجا واپس چی نمیشه هیچ اتفاق نمیشه 2 پیس 3 وو داش قدرت بازی استیگان هم چرا اینطوری داره میشه چرا اینطوریه همون داره راه میاد تموم شد ای روشن شد پشمام با چی روشن شد با اسپری من تموم شد آخه شب میترسم ناموسم منم راست شو بگم چرا دروغ بنداز بابا بره اصلا باید در رو باز کنیم من از کجا الان بیام بکشینم خب ببه یه چند تا چیز میخوام همه خودم بیارم خب اولش اینجا سلام این میخوام همه خودم بیارم بذارم بشونم کنارم بشینه دوستش تنه نشه اینم قربانی میکنم آتیشش میزنم اصلا کوش بچه ها جایش رو اصلا نمیخوام میاد جهنم خب اینو داریم میگیریم باز میکنیم میشینیم داخل ای رو باید بزنیم آره نشست خب حالا به روشن کردنش باید چیکار کنیم اینه ها این چراغه خب این همچه چیزی نیست چطوری باید روشنش کنم آقا من اینجا میزنم 1000 تا آپشن برام میاد اینجا خب من از اولی شروع میکنم این روشن شد روشن یا ترمز کن ترمز زد اونجا روشن شد بنزین شما باید بفهمم کجاست پیاده شیما اف هم باید بزنی نه اف نه دوباره همون این رو فکر کنم باید بزنی چطور پیاده شم بعد ماشین خاموش کنم فکر کنم آره با کدوم روشن شد من اصلا یادم رفت بکش اینو آها با اسپیس روشن حالا خاموش میکنیم چطور بیان پایین این رو میزنیم این اینطوری میشه اف رو میزنیم در کنده شد آجی قدره در از جا کن وای من اصلا اسپیس یادم رفت در دقم نمیگیره گیر کرده ماشینم گیر کرد نمیره بگی 220 سرعت میره 220 رادیو داره آها من چطور باید پیاده شم رزیب زشته پیاده شم گن چه ماشین تیکون نمیخوره تیکون من اینو بذارم سر جاش چطوری بذارم سر جاش سر جاش یه علامت چیزی میاد وای من چه جلتی کردم به پول زدم خوب اومد میبینیم بولو باید بیریم بولو کدوم باید بزنیم تنیش حالا من ای رو میزنم سواش
آقا اصلا بدون در میریم. آقا چی مشکل؟ حال میکنی؟ چطور بیادشم؟ وای نمیتونم. آقا بس من ایفو بیرم بزنم و بروشه دیگه. در سرویس کردی تو دره نفر پا میزنیم باز کن. آقا این چرا پیاده نمیشه؟ در باز کنم میترسم آجی. شانس من اینجوری الان در باز میکنم یه چی یه دفعه میبره. روز شد. ولی خب بازم من میترسم. اوپس. برو بارجا نمیگیره داره. برو آقا من سریع برم باباشم میترسم نمیزم. چی سوار میشه خب ماشین روشن میکنیم. دند و عجب این دو دند و عجب کدوم بود؟ این دیگه مسلمان من این ماشین هم نمیره. چرا نمیره؟ برو دیگه. برو تمام وجود هم گاز میدم. تختش کم. ترمز دستیش. میگم چون نمیره. ما ترمز دستی کشیده بودم. یا خدا چرا اینقدر لگ داره میزنه من جودرت جاده چالی ناسم رانندگی خیلی کنترل سخته. وایستا چرا ماشین دیتیل داره. میره پایین میره بالا بول بالا داشبور داره. چیه توش؟ شیگار. خب اینم نمیخوام. این کام کرده با اینطوری با همین بذاریم الان بهترین حال. اونجا چیزی سنگه چیه؟ چرا فنگا نمیتونم بکنم سنگ فکرم خونه اینا خرگوش دریو بیا اینجا ببینم. خرگوش دریو ما الفرار از هرچی نترسم از این خرگوش ها میترسم. آقا رادیو جوان صدای ماشین رو بنازم. اصلا این تروز بگیرم ایست کن مردک ایست کن آقا رادیو رو نمیتونم بارتر در نگره چی نمیکنم بکن دیگه. Well, I had any childhood actually because I was kept in a basement for 4 years, but whenever I heard my dad starting his 2-stroke car, I know that he went away, and that meant no beatings that day. So maybe this is where the good feelings come from. But back on topic, I actually have the Gewaltig version of the car, which has lots of room. I can even fit my mother-in-law in it if I would want that. But I don't want that. And this was not a paid promotion, I just promoted because I like it, okay? Chat till you die use. Today I have talked to a man who came to the studio and he said that he wants to repopulate the village and he is searching for women to do that. So he can serve mankind and repopulate the earth. But one of our female callers said that she knows the guy and this is just a trick to get women. And this dude cannot be trusted. Still, even if it's a trick, I think it's a good idea. We need to repopulate the earth.
so I can tell you guys more news because I think we have only a few people listening to us sadly, and that is not good for business. Anyhow, the sun is going to shine on. It seems like it will shine on forever, and you who's listening to this station right now, shine on, my friend, and don't forget to chat even if you are dead. Hey my friends, this is Jason, and this is Chat Till You Die, or for short, CTYD Radio. We are going to chat till we die. I have some interesting topics that I thought would be exciting to talk about. Let's talk about the future. What do you guys think the future will be like? Will there be flying cars, robots, robots you can have sex with, flying sex robots you can have flying sex with? I mean, you know, the possibilities are pretty much endless. Chat till you die. So, the future, how mysterious. I always imagine what people in the future will be doing to have fun. We thought about the sex bots before, but what are computers going to be like? Will they be smaller, bigger? What about the women? Will they be smaller or bigger? Sorry, I'm getting out of control again here. We all saw the movies about robots. I think they excite me the most. I mean, not in a sexual way, only in a strict technical way, you know. I think they are fascinating. Maybe one day they can make robots that look like us, that talk like us, behave like us, have sex like us. Sorry again, man. But hey, this is an interesting thought. Let me get into it more. Robots mating. I mean, robots producing offspring, my man. You know that will be a thing. I know it too, my man. I know a lot of stuff. That's why I run this radio station, you know, not because there is no one left alive to run it. And now that we are talking about this, no one left alive, how many of you guys think that if the robots will develop consciousness, that they will try to attack, kill, or overthrow us? I think it's a little far-fetched, but, you know, it could happen. So, back to our main topic, robots having sex. I mean, our main topic is the future, but, you know, this is a really important part of it. Can you imagine robots that build each other? Okay, let's forget about sex. I know I talk too much about it. So, there are two robots. They build a more advanced robot than themselves. And, you know, we have no business in this. We don't even know how they built it. You know what I'm saying? It's just like genetic mutations and the evolution. That robot builds another one. And that robot builds another robot. You know? Man, you know, the building process and the whole speed of this whole thing will increase exponentially, my man. This is actually pretty horrifying to think about. CTYD Radio. Chat till you die.